سامان، بله. داری چه کار میکنی؟ یه مطلب قشنگ رو جایی خونده بودم، داشتم برای خودم می نوشتم که یادم نره. این مطلب اینه، میگه یک زن هیچ وقت بدون تلاش برای رابطه‌اش از تو جدا نمیشه. بارها تلاش میکنه تا خودش رو به تو نشون بده. باها دعوا میکنه، سر داد میزنه، ازت خواهش میکنه، به این امید که اوضاع بهتر بشه. اما یه روزی میرسه که دیگه سکوت میکنه، بی تفاوت میشه و نسبت به تو هیچ واکنش نشون نمیده. اون موقع است که از عشقش به تو دل بریده. هر بار که تلاش میکنه تا رابطه رو ترمیم کنه اما تو هیچ قدمی بر نمیداری، اون از تو یک قدم دورتر میشه. اونقدر دور میشه که دیگه به ندیدن و نبودنت عادت میکنه، با همه تلخی ها و سختی هاش. آره رفیق، زنها رو باید فهمید قبل از اینکه دیر بشه.